فور لند. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و تا بریم با آموزش های ادیت خفنمون. حالا ما میخوایم اول آموزش های یه سری از آموزش های کپکات رو یادتون بدیم و آموزش ولا استودیو، ولاسیتی. خب میریم پروژه رو اینو از کجا باید درست کنیم؟ از این گوشه. خب نه، از اون بالاست. خب یه سری آموزش داره. خب افکت ویدیو، خب اینا افکت هاشن. حالا ما کاری به افکت زیاد نداریم. این یکی اینا میتونیم ویدیوهاتو اضافه کنیم. خب بریم فیلتر شکن رو روشن کنیم که بتونیم آموزش درست رو بدیم. خب اینجا رو این میزنیم و خب رو این مکعبه بزنید. خب حالا وایسید همشون دانلود شن. میتونی اینطور افکتی بدید، توی همه جور افکتی بدید. خلاص مثلا اینو میتونید به حساب من بزنید ست شه. این ست با آهنگتون میشه که بیس داشته باشه فکر کنم. نتمون کار میکنه. خلاص میریم آخر. این دوتا داریم بفرست. این وایسا صد شه. بیست و پنج، بیست و شیش. حالا اینو متن وارد کردنش، فونت وارد کردنش رو چطوری فارسی بنویسیم هم یادتون میدم تو همین کلیپ. وایسا چند تا از افکتاش رو یاد بگیریم بعد این کارو. خب دیگه ست شد. یکم با آهنگش این یکی شد. بدش کنیم یه ثانیه. حالا اینا رو اینطوری کنیم بزنم ببینیم چطوره. نه این افکت خوبی نیست. خب میزنیم رو خودش دوباره از اینجا. این ولاسیتی خیلی افکت خوب و خفنیه. کاری به این صداش نمیاره. اینطوری میتونی هر جوری خودتون دوست داشته باشید به فرض میتونی واسه این نوع کلیپ ها بزنی. حالا ما این کلیپ ها اصلا نمیزه، این کلیپ آموزشیه فقط. خب میایم اینجا
اگه بخوایم رو این یه کلیپ دیگه بذاریم. اینجا موشن هم داره. اول چطوری کلیپ بیاد بالای صفحه و چطوری کار کنه اینا واسه نسخه پروشه. خب ما اصلا از زمین اول اینطوری میایم رو صفحه، میزنیم دانلود شه، اینطوری فرض میزنیم رو 2 ثانیه. نیا چه خفنه. بعد از این برم 2 ثانیه دیگه میزنیم اینطوری. خب به فرض میریم آخراش، اینو میزنیم رو 5. یه اینطوری هست. خب اینم ول میکنیم. حالا میریم آموزش های دیگهش. میریم رو گوگل میزنیم تایم فونت. از اینجا وارد این سایت میشیم واسه اینکه بتونیم فونت فارسی واردش کنیم. میریم رو این 3 خط پایین فارسی نویسی، فرض می نویسیم آیفون لند. اگه اینجا نیان نمیشه که متن بنویسیم. خب حالا میریم تو خود برنامه دوباره رو همینش. خب حالا میخوایم یه دونه دیگه کلیپ وارد همینجا رو این اینجا رو ضربدرش میزنیم. خب اینو میخوام ببینم میتونم بک‌گراندش رو حذف کنم که یه ادیت دیگه هم یاد بگیریم. حالا فکر کنم چون این نسخه پرو نیست نمیذارم، حالا معلومم نیست. اینو بلر بزنیم ماسک نیست. مهم نیست. گفتیم بیایم اینجا یه متن بزنیم. متن اینجا تکست اد تکست اینطوری اینو میزنین اینجا وارد میشه. فکر کنم واسه اندروید خودش اوکیه. نه آره واسه آیفون نه اینطوری نیست. خب اینجا میخوایم اینم 2 تا دیگه افکت بهش بدیم. این تا دانلود شه و خب حالا شما کدوم افکت رو دوست داریم؟ من اینو میذارم. آها و اینم همونشو میزنم. تمام شد و رفت. خب بریم ببینیم. همسنگرن چه کنارم باشی چه دور چه سر خفن میشه.
سه هر کلیپی بزنین. خب خلاصه دیگه چه کارایی میشه باهاش کرد، بریم ببینیم. اینجا میایم اینجا. خب این واسه نسخه پروه. بابا دروغ نمیخوام. این از اینجا ببینیم بله رو پیدا میکنیم. بله اصلا سیاسفید. خلاصه اینو در میاریم، اون تیکو میزنیم، میریم رو بالایی بک‌گراند رو باید پیدا کنیم، هرچند که اون اول دیدمش. خب اینجا من میام اینا رو 0 نقطه ای نمیشه، فکر کنم این فقط مال آیفون بود. اینجا اینو اینطوری حالا نمیشه، اینجا ولش کنید. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این کلیپ هم لایک کنید. هرچند که کلیپ خوبی نبود، از امروز همش کلیپ های عالی و عالی تر میسازیم. اینم اینجا داره 100 میشه، بریم ببینیم میشه این ادیتو وارد کنیم یا نه. نگاه کن. همسنگرم چه کنارم باشی چه دور چه 100 قدمی، شاید حالا یه بارم با هم خیلی هم خفن شدیم. همسنگرم چه کنارم باشی چه دور چه 100 قدمی، شاید حالا یه بارم با هم. خب اینا کمرنگ میشه. ولش کن. خب این پایان کلیپه. حتما این کانالم رو سابسکرایب کنید. آیفون لند حتما تمام کلیپ ها رو ببینید. متن آتشی یاد میدیم، انواع متن رو یادتون میدیم که یه ادیتور خفن بشید، هم واسه اینستا هم واسه کارهای روزمرگیتون. خدا حافظ.